ویدیو میخواستم گذاشتن یه حیوان یا یه آیتم اضافه بعد از اینکه تقریبا اطراف یه موضوعی رنگ‌آمیزی شده رو یا کشیده شده رو نشون بدم. اینجا همونطور که میبینید مثلا یه قویی هست. اینجا این قو اطرافش خیلی تیره است. حالا تا جایی من قبلا ماسک گذاشته بودم روی نقاشی، اون ماسک رو برداشتم. ولی حتی اگه بدون ماسک هم خواستیم بکشید، اگه دیدین که این تیرگی هایی که اطرافش گذاشتیم دقیقا مچ نیست با شکل که میخواین نقاشی کنید، سعی نکنید که شکل یه موجود زنده یا یه چیز حساسی مثل این قو رو تغییر بدین. به جاش سعی کنید رنگ‌های اضافه‌ای که اومده داخل طراحی اصلیتون رو پاک کنید. یا اینکه مثلا من اینجا میبینم که من ماسکی که گذاشتم بیشتر از اون چیزی بوده که در نظر داشتم برای بالای تنه این قو. سعی نمی‌کنم قومو تا اون بالا بکشم، در عوض اینو میکشم. نقاشیشو که تموم کردیم میتونیم با یه سری ترفندار اون سبزا رو بچسبونیم به بالا تنه این قو. حالا به طور کلی وقتی ما این قو رو نگاه میکنیم توی عکس اصلی میبینیم که خب یه سایه های آبی کمرنگ، یه سایه های اوکر رنگ، به خصوص اگه توی تصویر دیجیتال روی موبایل یا تبلت نگاه کنید اینا رو بهتر میبینید. یا حتی توی رفلکتش بنفش دیده میشه. اینجا من توی این نقاشی قصد ندارم که رفلکتش رو دقیقا شبیه خودش کنم، در عوض میخوام مثل یه حالتی که موج داخلش اومده رفلکتش رو محو‌تر در واقع نقاشی کنم، چون اگر بخوایم دقیقا عین خودش نقاشیش کنیم تا یه حد سخت میشه. خب بریم برای گذاشتن رنگ روی نقاشی و قوم.